دومین بازی از هفته پنجم لیگ برتر فوتبال کندوز. تیم اسپینزر که در جدول لیگ برتر کندوز جایگاه خوبی ندارد و در چند بازی این رقابت‌ها همچنان نتایج خوبی را کسب نکرده است و از سوی دیگر تیم ستاره‌های سادات نیز بر کسب 3 امتیاز این دیدار سخت نیاز دارد. در یک رقابت حساس و تماشایی به مسافه هم رفتند. در این دیدار هر دو تیم حملات را اجرا کردند تا گل را به ثمر برسانند. سرانجام این اسپینزر بود که توانست تک گل این دیدار را به ثمر برساند و 3 امتیاز ارزشمند این بازی را کسب کند. مسئولان ورزش در کندوز میگویند رقابت‌های لیگ برتر کندوز هر روز حساس‌تر می‌شود و از علاقمندان ورزش فوتبال می‌خواهند در ورزشگاه حضور یابند و تیم مورد علاقه ایشان را تشویق کنند. و ان شاء الله الرحمن نظر به سعی تلاشی که فدراسیون ملی در ولایت کندوز کرده و اینجا کسایی را به صفت مسئول فدراسیون فوتبال از شان مردم راضی هستند. مسابقاتشان به وجه خوب پیش می رود و کیفیت بازی هم و کیفیت دیگه که سال قبل سال این سال خوبتر است دیگه نظر به دید ما. در هفته پنجم بازی سوم میان تیم های اسپینزر کندوز و تیم ستاره‌های سادات هر دو به مسافه هم رفتند. در نتیجه تیم اسپینزر کندوز 1-0 بازی را پیروز شد. ورزشکاران نیز از آغاز این رقابت‌ها خرسند هستند و میگویند که سطح برگزاری لیگ برتر فوتبال کندوز نظر به سالهای قبل بهتر شده است. خوشبختانه امروز هفته پنجم بازی دوم از تیم اسپینزر و ستاره‌های سادات بود که ما سخت به امتیاز ضرورت داشتیم و توانستیم این بازی را با نتیجه 1-0 پیروز میدان شویم و بسیار یک بازی خوب و عالی بود و ما اشد ضرورت به امتیاز ضرورت داشتیم که توانستیم بازی را به 1-0 پیروز شویم و تشکر خاص از کسانی که این برنامه فوتبال را در سطح ولایت کندوز برگزاری میکنه تا جوانان ما بتوانند که به یک قله های بلند موفقیت برسه. این رقابت‌ها در حال برگزار شده است که در سومین دیدار از هفته پنجم لیگ برتر کندوز قرار است تیم‌های ریاست سرمیاشت و شایان خان‌آباد به مسافه هم بروند و بر کسب 3 امتیاز این دیدار رقابت کنند.